قسمت قبلی دیدیم که همینو دنجی رو با خودش برد خونشون و ازش خواست باش از اون کارو بکنه. همینو تیشرت دنجی رو در میاره. دنجی میره تو فکر کار درستیه یا نه، چون قرار بود اولین بار با ماکیما انجامش بده. همینو میره پایین تا شلوار دنجی رو در بیاره که یهو از جیبش یه آبنبات چوبی در میاره. دنجی فلش بک میزنه به عقب، جایی که اون بوسه افتضاح رو تجربه کرده بودش. ماکیما براش کمی دارو ضد تهوع گرفته بود. دنجی بهش میگه که اولین بوسم به فنا رفت. حتی بعد از اینکه کلی دختر رو ببوسم، هر دفعه مزه استفراغ رو برام یادآوری میشه. ماکیما آب نباتش رو از دهنش در میاره و میذاره دهن دنجی و میگه که شک دارم اون طعمش یادت بره، ولی عیبی نداره، چون قرار تا آخر عمرت چیزای مختلفی رو تجربه کنی. حتی وقت نمی‌کنی که اولین بوست رو به یاد بیاری. و انگاری اولین بوسه غیر مستقیمت طعم آب نبات چوبی کولا رو میده. صحنه بعدی همینو دنجی رو بیدار میکنه و بهش صبحونه میده. بهش میگه که من دیشب خیلی مست بودم و خوابم بود و میپرسه که ازت خدایی نکرده سوء استفاده جنسی نکردم. دنجی هم میگه که من اولین بار با ماکیما میخوامش، نه با دختر استفراغی. همینو ادامه میده که بیا یه اتحاد مخفی درست کنیم، من کمکت میکنم که به ماکیما برسی. دنجی خوشحال شد. همینو ادامه میده که ولی تو هم باید کمکم کنی به هایکاوا برسم. اونم قبول میکنه. صحنه بعدی رو میبینیم که ماکیما و همکارش با قطار به توکیو دارن سفر میکنن. قطار وارد تونل میشه که یهو میبینیم که بقیه شکارچیان هر کدومشون دارن یه سری کارها رو انجام میدن و به همشون شلیک میشه. میبینیم که دنجی و هایکاوا و پاور و همینو تو رستوران دارن چیزی میخورن و حرف میزنن که یه مرد ناشناس اونجا نشسته بود و بهشون میگه که باورم نمیشه که به این غذای آشغالی رو دارید با این همه لذت میخورید. پدر بزرگ من یه آدم مهربون بود و منو میبرد به جاهای شیک و غذای خوبی بهم میداد. اون یه یاکوزا بود ولی آدم خوبی بودش و آدمای کمی رو کشته بود. بعد عکسشو نشون دنجی میده و بهش میگه که تو هم اونو دوستش داشتی مگه نه دنجی؟ دنجی ازش میپرسه که چی میخوای؟ اونم میگه که شنیدم اهریمن تفنگ دنبال قلب توه. اون به دنجی شلیک میکنه. اون داشت به همشون شلیک میکرد که پاور بهش مش میزنه و هایکاوا اهریمن روباه رو صدا میزنه و اونو گورتش میده. همینه و دنجی بد مجروح شده بودن. اهریمن روباه بهش میگه که موجود عجیب غریب انداختی تو دهنم، نه انسانه نه شیطان، که یهو دل و روده اهریمن روباه رو میریزه بیرون. اون مرد درست شکل دنجی بودش، فقط به جای اره شمشیر دستش بود. هایکاوا شمشیرشو در میاره و به پاور میگه که بره تا خون همینو رو کنترل کنه. هایکاوا با شمشیرش ضربه میزنه و در عین حال طلسمه در حال شمارش بود. جنگی رو شاهدیم. اون 3 بار با شمشیر میزنتش و آخر سر طلسم کارشو تموم میکنه. هایکاوا تفنگ رو میبینه و میگه که تنها پلیسا و شکارچیان حق حمل اسلحه رو دارن. هایکاوا نگران همینو بود و میخواست اونو ببره پیش دکتر که ناگهان یه دختری از پشتش ظاهر میشه. دختری بهش میگه که حرکاتت خوب بود. اون میره و اون مرده رو زنده میکنه و ازش میپرسه که چرا شکست خوردی؟ پاسخ میده که دست کم گرفتمش. دختر میگه که پس باید این دفعه بکشیش. دختر میگه که لباسشون خیلی محکمه، هنوز اون زنده است، کامل تمومش کن. همینو به پاور میگه که منو ول کن و برو با اونا بجنگ. پاور ردش میکنه، میگه که خیلی سریعه، نمیتونم تشخیص بدم کجا میره. همینو به اهریمن روح میگه که برو بجنگ.
ولی اونم میگه که خیلی وحشتناکه، من ازش میترسم. همینو بهش میگه که حاضرم همه چیمو فدا کنم، برو به جنگ.アキ君は泣くことができる。デビルハンターは身近な死に慣れすぎて涙が出なくなる。でもアキ君はすぐ泣く。面倒見てた新人が死んだ時なんかは隠れて泣いていたから面白かった。あれだけ思って。همینو داشت دونه دونه اجسام بدنش ناپدید میشد و به هایکاوا حرفای احساسی میزد و اون طاقت دیدن مرگ هایکاوا رو نداشت و بهش میگه که نباید بمیری و تو باید سر قبر من گریه کنی. اهریمن روح داشت مرد عجیب رو میکشت. مرد از دختر کمک خواست که یک دفعه اهریمن مار رو صدا زد. هایکاوا دید که اثری از همینو نیست. برای دیدن قسمت قبلی ویدیو سمت چپ رو کلیک کنید و برای دیدن قسمت بعدی ویدیو سمت راست برای شماست.